بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الکریم و علی آله و صحبه اجمعین. الله مهربان دعا میکنم که خداوند میل های شما را، محبت های شما را با بسوی دینش زیاد بگرداند و از خدای مهربان خواهان او هستم که خداوند بیماری هامان شفای کامل دهد. مهاجرها و مسافرهایی که از این ملک ما هستند، خدا همگی تان کاراتون در برار برکت دهد. سختی ها و مشکلات هاتون با فضل کرمش دور گرداند. و امروز که بسیاری شما سعی و تلاش دارین که خاندان تان بیاین، به وطن تان بیاین، خدای مهربان این ساعت ها و این روزها را هم برای شما آسان گردانم. و اینم که سببش این دردی بگیم بیماری عالمگیر شده است، خدای مهربان این درد هم از بالای جمیع عالم، از جمیع مردم خدای مهربان دور بگردانه. و خدای مهربان دعا میکنیم که خداوند در این ملک ما، در این دیار ما همیشه خوشی ها و همیشه خوبی ها را بردوام نگه دارد. و هر کسی که امروز نیتی نیک دارد، گمانی نیک دارد، همیشه گویم قدمی نیک دارد، خداوند خیر دنیا و آخرت نصیبش بگرداند. همه گذشتگان ما را خدا رحمت و مغفرت کنه و الله مهربان تمنیات و مقصودهای نیک مانه با فضل کرمت حاصل بگردانی. برادران عزیز و گرامی، یک چند سوال هایی هست که میخواهم جوابش را با سمع شما رسانم. الحال انشاءالله شروع میکنیم. سوال اولی که بر من آمده است، گفتن در ارمیای روسیه نمازخوانی میمانند، در آنجا کار کردن جایز است؟ چون که بسیاری ها میگویند که حرام است. برادرای عزیز و گرامی، سوال دادن که یعنی در گویم همون ارمیای روسیه، یه ارمیای روسیه برادرای در همه کشورهای دنیا هست، در خود روسیه، در خود تاجیکستان، یعنی در بسیاری از دولت‌های روی عالم، در خود قرقیزستان، ازبکستان، همه جا این ارمیای بگیم روسیه که یک دولتی بسیار ابرقدرت است، بسیار دولتی بزرگ است، گویم امروز هیچ کمی از دیگر دولت‌هایی که مثل امریکا و مثل دیگر دولت‌ها هست هم کمی ندارد. یعنی در هر جا اینها و خودشان پایگاه ها میسازند برای حفظ خودشان، برای حفظ مملکت خودشان. پس در هر ملک همون نماینده های هر یک شهری که هست رفته در همون پالکه بگیم یا در همون پایگاه بگیم همراه همون عروس ها خدمت میکنن، جا معاش میگیرن. البته برادر عزیز یگان زیان ندارد. بسیاری از همین تاجیکای ما در داخل همین پایگاه هایی که در همین جا دارن میبینی رانندگی میکنن، میبینی که مقصد در همون آشخانه ها کار میکنن، یا کدامش مثال بگیم که همون یک گفتی اصطلاح امروزه کنترکت بستگیان، شرطنامه کدگیان. برای همین یگان زیان و ضرری ندارد این کار کردن. و بسیاری از برادرای ما هم مثال میگن انا ما در روسیه هستیم، مقصد در صف ارمیش هستیم. اکا وقتی که شما برادرای عزیز همو شهروند روسیه که شدین، شما همو بگیم شهروندی را که گرفتگی هستین، شما باید که از قانون همو دولت اکا دیگه اطاعت کنین. الله مهربان میگه فتقوا الله ما استطعتم، با مقدار همون استطاعتی که داری از خدا بترس. در هر جا که باشی آدم از خدا ترسیدن به هیچ یک
جای و مکان وابستگی نداره. در هر جا انسان از خدا بترسد، خب یعنی برای او اجازت هست. از این لحاظ یعنی خدمت کردن یا در همون داخل با اونها یک جای کار کردن یگان گناهی نداره. خیلی تاجرای ما میرن از اونجا مال میگیرن، یعنی معامله کاری دارن کو، یعنی کار کردن با آدمی غیر مسلمان هم هیچ زیانی نداره. ما فقط مسلمان ها در یک کار از اونها پیروی نمیکنیم که اعتقاد اونها را نسبت دین شناسی و خدا شناسیشون قبول نداره. ما الحمدلله مسلمانیم و الله ما به مثل بیمانند یکتاست، پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم است، کتاب ما قرآن است. ولی در دیگر هر معامله که باشد با آنها همکاری کردن برادرای عزیز یگان گناه و زیانی ندارد. سوال دیگر، بابا جان یک جوان پسر خواب بیند که با مادر خودش همخوابه شده است، این چی معنی دارد؟ برادرای عزیز و گرامی، این خوابه ها بسیار خوابه های زیشتند. وقتی که آدم در خوابش میبیند با فرزندش، با مادرش، با یگان نزدیکش، یا اصلا خواب میبینه که در همین خوابش مثلا همین کارهای فحشا و کارهای زیش داره، البته یک خوابهای خوب نیست. ولی من برای شما راههای خلاصی از اینا میفهمونم که برادران عزیز و گرامی، اگر شما موافق با سنت خواب کنین، انشاءالله خوابها را شما نمیبینید. یعنی شما پیش از خواب کردن حتما برادران عزیز باید پای به طهارت باشید. پیش از خواب کردن حتما شما نمازهای خفتنتان باید خوانده باشد، طهارت داشته باشید. چی مقدار قوت داری؟ 1 ورق 10 ورق از قرآن بخوان. همچنان ما ذکرهای شب داریم، ذکرهای شب ما بکنیم، موافق قوت ما قرآن بخونیم، نماز ما نخونیم، طهارت کنیم. آمدیم در بالای جاگه خواب ما، وقتی با طرف راست خواب میکنیم رو به سوی قبله، کلمات های زیل باید بگیم. بسمک اللهم اموت و احیا، پروردگارا به نام تو میمیرم و به نام تو زنده میشوم. یعنی خوابم یا نوع مردنه. خدایا به نام تو میمیرم و به نام تو زنده میشوم. بعد آنی که ما برادران عزیز از خواب بیدار میشیم، الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا. پیامبر ما نبی میگه بعد آنی که وقتی از خواب بیدار شدی، در حال چیکار کن؟ بگو که حمد و ستایش ای پروردگار، تو را که بعد آنی که مرا میرانده بودی باز زنده‌ام کردی. پیش از خواب برادر عزیز باز شما قاعده های سنتی دارید. سوره اخلاص، قل هو الله احد، سوره معوذتین میگیم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. همچنان آیت الکرسی بخوان، در دستا دم کن، یعنی شوف کن، تمام بدنت بمان، تمام بدنت. بعد از آن برادر در طریقی که گفتم غلطیده خواب کن، کو ببین همین خوابا را میبینی یا نه؟ این خوابها از حسابی که برادر عزیز طهارت نداریم، نمازامون خواندگی نیست، موافق با سنت خواب نکردیم، کلمات های زیلی که برای خواب کردن است نگفتیم، انا بعد در خوابهای ما و شما دیگر انم خیلی هر یک جین و هر یک مقصد همین گویم از اولاد شیطان و اینها داخل می شوند و بعد هم خیلی هر گونه خوابها و هر گونه فکرهای ما و شما را هر طرف می برد. گاه از جامون داد گفته می خیزیم، گاه ببین خوابهای دهشتناک می بینیم. برای چی؟ به خاطر که با موافق سنت خواب نکردیم یا آن چیزهایی را که پیش از خواب کردن در کار بود ما و شما نکردیم. برای همین بعد به هم خیلی بلاها ما و شما دادر عزیز و خواهرای عزیز مبتلا میشیم. آنچه که من گفتم موافق سنت همین ها را کنیم.
پیامبر اون پیش خواب کردن تمام چراغا را خاموش میکرد. امروز اکو چراغایی که بود امروز بگیم همین سویت همین سویت هم میکشیم، سویت ها را همه رو پیامبر هر دری را که میپوشید بسم الله گفته میپوشانید، هر ظرفی را که دانکش میپوشانید بسم الله گفته میموند. میگو وقتی اگر با بسم الله در بپوشی، با بسم الله ظرف دهنش بپوشانی، جین همه را برداشته و کرده نمیتونه یا در همه یگون زیان و ضرر داده نمیتونه. اینها را حضرت میکرد و بعد میامد خواب میکرد. ولی بسیاری برادرها از ما میپرسن که همین در خواب کردن یعنی تنه لوچ خواب میکنن. این هم از نگاه شریعت اجازت نیست. موافق سنت باید ما ایزار هم داشته باشیم، یعنی ایزارهای سبکی که هست وقتش در میدوختن شلوار میگیم، همچنان تهپوش مانم یک کرتاکای مقصد همون سبککایی که بود آستیندار او را میپوشیدن. حتی توصیه هست که بعضی عرقچین های تنوکی بود که سراشون مردم میپوشانیدن خواب میکردن، زیرا هر جایی را که اگر میگه همین جین لوچ بیاوه همونجا را میساس میکنه، همونجا را مقصد دستش میماله، بعد امکان دارد که انسان ضرر ببینه. برای همین شما یعنی در حالت آریان، در حالت لوچ در جایگاه خوابتون خواب نکنین، زیرا اینم از تعلیمات دینمان نیست برادر. بس هر آدم هزار فلاکت های در همین حالت خوابی که مثال یک زمین می جنبه، بین از جات بلند شیدن در با او شکلی که تو بیرون میشه خواهی نخواهی خودم ناراحت میشه. یعنی باید آدم همه وقت در حالت تیاری باشه. ممکن در همه حالت خدا جان تا بگیره. وقتی میان میبینن تو لوچ مثال در این جاگاه خواب جان تا گرفته، گمانهای بد در راست پیدا میشه. برای می هر تعلیماتی را که اسلام کرده برادر عزیز، این به خیر جان ما و شما، این برای آبروی ما و شما. الله مهربان توفیق دهد شما خواهی که از این خوابهای زیشت خودتون دور کنین، انا همین راهها قطعی خواب کنین که ببینین که خواب میبینین یا نه. حتی من یک اسباب فضایل بگیم، حتی یک حدیث آمده است میگد که هر کسی که اگر با طهارت خواب کند، نفس چند نفسی که میبراری همش در حساب تسبیح میرود. یعنی نفسی تو سبحان الله های، نفسی تو الحمدلله های. کسی میگه دویم درجهش، کسی اگر با طهارت خواب کند جای خوابش حکم مسجد داره، یعنی تو در مسجد نشستگی. سیوم فضیلتش، کسی اگر با طهارت خواب کنه همون آدم چند ساعت خواب میکنه، 7 ساعت خواب میکنه، 8 ساعت خواب میکنه، همچنان است که او در نماز ایستادگیه. تصور کن که تو 7 ساعت جای خوابت مسجد باشه، تو در درون مسجد 7 ساعت نماز خونده، 7 ساعت تسبیح گفته. لیکن کسی اگر در همون حدیث خواندم، کسی اگر به طهارت خواب کنه همچنان است که در قبرستان خواب کردگیه. یعنی برای یگان نفع و برای یگان ضرری نیست. یعنی ضرر دارد ولی یگان فایده، مقصد از این فایده‌ای که گفتم از همه اینا این محروم میشه. بعد خواب کردن هم برادرای عزیز انا گفتیم که طریقه هاش باید با طرف راست خواب میکنه رو به سوی قبله. بعد در دوام خواب اگر وای جاش عوض هم که شود، پشت هم گردد، اینجا در دیگه باکی نداره. دویم خواب کردن در میگن باید با شکم خواب نکنی. آدم هیچ وقت باید با شکم خواب نکنه، پشتش مثال طرفی بالا باشد و شکمش مثال طرفی زمین نباشد. خواب کردن یا با پشت خواب کنین یا با پهلو خواب کنین. طریقه های درستی خواب یعنی همین است. پیامبر از همین من کرده. یا اینکه خواب کردن در پاتا در بالای پاد مانده خواب کردن هم همینجا میگه کشفی سطر میشود. و همین خاطر همین هم حضرت گفتن از همین خیلی طریق خواب کردن خودداری کنین گفتن. بعد خواب کردن در هم پاهاتون طرف قبله نکنین، زیرا قبله شعار مسلمان ها هست. یا اگر طرف
قرآن باشد، کتاب اسلامی باشد، او طرف هم پاتانه دراز نکنی. لیکن در خانه که اگر قرآن باشد، خواب کردن، همخوابه شدن، ایناشی چی باکی نداره. این است برای یک کم ترک معلومات در گیردی همون طریقه های خوابی که پیامبر ما کرده است. انشاءالله همین خیلی خواب کنین، شما یگان بلکه خوابه های بینیهت زیبا میبینید. ولی ببینید بعضی ها میگن من الله را در خواب دیدم، بعضی میگن پیامبر را در خواب دیدم، بعضی میبینید که میگن من عالم ها را در خواب دیدم. همونها از روی با طریق سنت خوابیدن، همین خواب ها را میبینن. برادران شما حرکت کنین که یعنی در فکراتون اگر گوین که پیغمبر خواب بینم، همین راهی که من دلالت کردم بکه، یکم روز نشید، دیم روز، سیم روز، حتما در دوام یک هفته انشالله به همین مقصد تو موفق میشه. انشالله پیغمبر در خواب میبینی. سوال دیگر، استاد من تسبیح زیاد میگردانم، بعد طرف آسمان صوف میکنم، در حق پدر و مادرم میگویم، این درست است یا نه؟ یعنی برادر ما میگه من تسبیح زیاد میگم، ثواب شد در حق پدر و مادرم میبخشم، بعد طرف آسمان صوف میکنم. نه، این صوف کردن طرف آسمان هیچ معنایی نداره برادر عزیز. این چی معنا داره که ما طرف آسمان صوف کنیم؟ حتی در وقت عبادت طرف آسمان نگاه کردن خودش منعه. چی هست در آسمان که تو مثال طرف آسمان نگاه میکنی و خب صوف میکنی یا نگاه میکنی و عبادت میکنی؟ برای همین از این عملهاش مقصد دست بکشو، لیکن ذکر تا بکن. خدای مهربان قرآن دا میگه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. الله مهربان میگه چقدر مرا زیاد یاد کنید. پیامبر گرامی گفته است آنقدر خدا را زیاد یاد کنید که بگن دیوانه، یعنی حتی بگن این دیوانه، اینقدر مقصد بسیار ذکر میکنه. برای همین ذکر زیاد کنین برادر عزیز. به هر حرف کند عادت زبانت، به روز مرگ آید در دهانت. شما بزرگترین و بالاترین و بهترین ذکر لا اله الا الله هست. همین را بسیار بگین. ولی بینین در وقت همون جان کندن تونم شما لا اله الا الله را به اسم میگین. ولی من یک نوار در همین تلفنم یک برادرم پرت افته است، یک مؤذن به دست اذان میداده است در حالت کام رفتگی. وقتی که به عربه طبیب ها برده استنش در حالت کام اذان گفته است. ها بین زبان که عادت داشت در همون حالت هم اذان میگه، حالت مردن اذان میگه. برای همین کسی که عادت کنه با زبانش زیاد لا اله الا الله، لا اله الا الله، وقتی این تو بسیار میگوی برادرای عزیز و گرامی، بینه پیامبر نازنین میگه من کان آخر کلامی لا اله الا الله دخل الجنه. کسی اگر آخران حرفش، آخران سخنش در همین دنیا لا اله الا الله باشد، او داخل جنت میشود. آیا نمیخوای که داخل جنت شوی؟ آیا نمیخوای که آخران حرفت حقارت نه؟ میدانی که امروز بعضی برادرای ما از دنیا میگذرن، حقارت میکنن، بین داد میگن، فیغان میکشن. ولی اگر زبانت با این کلمه زیبا عادت کردگی باشه، وقتی همون جان سپاری دهم لا اله الا الله، اگرچه در بالای سرت ملا هم بگو لا اله الا الله، بگو اشهد ان لا اله الا الله، به اونم تو بر زبانت لا اله عادت کرده زبانی تو. برای همین ذکرها را بسیار بگین، سبحان الله بگین، الحمدلله بگین، الله اکبر بگین. انشالله همه اینها ثواب داره برادر عزیز. ثواب شد در حق گذشتهاتون ببخشین، موافق عقیده خودمان، ثواب قرآن، ثواب صدقه، ثواب ذکر، یعنی از بس که عمل صالح هستند ثواب اینها را بر روح گذشته هامان انشاءالله میرسن. لیکن طرف آسمان صوف نکه برادر عزیز. سوال دیگر، زن یکم شوهرش را مجبور میکند که زن دویم را 3 طلاق کن. مرد 3 طلاق میکند ولی زن دویم در آنجا حضور ندارد، این طلاق میشود یا نه؟ برادر عزیز و گرامی،
در مسئله طلاق کردن حاضر بودن زن شرط نیست. فقط شنیدن و حاضر بودن فقط برای نکاح است. در نکاح زنی را که باید تو نکاح کنی باید که وای باشد. زنی را که باید تو نکاح کنی باید بخشیدن قبول کردن بشنوه. لیکن در طلاق این نیست برادر عزیز. در طلاق اگر هیچ کم نباشد، خود تا کم باشی، با زبانت همین قدری بگویی که من زن طلاق کردم یا 3 طلاق کردم، اگر همین گوشت همون صدا تا بشنوه، همون طلاق واقع می شود. هیچ کم که نباشد، زن هم که نشنوه، خودت با گوشت همون آوازی خود تا بشنوی، طلاق واقع می شود. یا طلاق اگر با طریق دست یک برادر بگوی میره برای همون زنی مرا بگو که من طلاقش کردم، یا یک مکتوب بنویسی روی کنی، اگر همیو تصدیق شوند البته طلاق واقع می شود. سوال دیگر درباره بانک پول مانی و فایده‌اش رو گرفته با فقیرها خیر کنی جایز است یا نه؟ یعنی آدما پول میبرن در بانک میمونن، بعد فایده‌اش میگیرن، فقیرها را میتن. مقصد ذخیره کردن در بانک یا برای حفظ مالتان هیچی باقی نداره. شما برای مقصد پولهاتون در بانک هم که مانین از مقصد حفظ کردن تا یگان زلال زیان نویه. ولی اگر به شرطی که مثال ملک غیر مسلمان باشد، چندین بارهای را ما گفتیم در مذهب خودمان معامله بانکی با آدمای غیر مسلمان درسته. یعنی فایزش هم که بگیرین استفاده کنین چی باقی نداره. فقط فایز بر مسلمان با مسلمان در اجازت نیست. ولی اگر وقتی که از بانک های مسلمانی هم که فایزه گرفتین بردین در دست یک بیچاره و ناتوان هم که دادین، که یک حاجتی وای تمام می شود. مقصد می بری ایموسوم یگان چی یک می خریمیتیش حاجتش بود می شود، حاجتش برآورده می شود. ولی وای همچو خیر بگوی در نامه اعمالت نویسانده شود، اینش نویسانده نمی شود. ولی به هر حال حاجت برآورده می شود. بابای حاجی، برای شهروندی روسیه شدم بعد از زکس با همسر خودم جدا شوم، یا با این نکاح ما یگان خطر دارد یا نه؟ یعنی کسایی که برای شهروندی شدن، گرجدنی روسیه شدن، از زکس جدا میکنن. البته وقتی از زکس جدا کردین یک طلاق باین میشود. یعنی باید از سر نو برادر عزیز شما باید که با از سر نو نکاح کنید، زیرا شما این طلاق باینه. خدای نکرده اگر یگان بار دیگه با یک دو طلاقش کنی با یک طلاق با اینا یک جا میشوند، جمع میشوند. برای همین شما کردین شهروندی را هم که گرفتین، از سر نو با چیکار کنین؟ نکاح کنین، انشاءالله درسته. کلمه الف چی معنی دارد؟ و اگر گویی که جنس خدا زن یا مرد است، یا دست و پا دارد یا ندارد، این شرک است نزد خداوند. برادر عزیز، کلمه الف چی معنی دارد؟ انا این خیلی معنا نآمده است. مثلا ما 30 حرف داریم در الف، ب، ت، س، جیم میگیم. همون الف قطعی حمزه انا 30 حساب میخورد، لیکن اگر هر حرفی حساب کنیم 29 تا میشه، 29 حرفه. الف چی معنی دارد؟ اویی که در قرآن اومد الف لام میم، اکو اونها را برادرای عزیز انا سیرهای قرآن میگن، یا را از حروف مقطوعه میگن، با بگیم یعنی سکرت های قرآن میگن. ولی مفسرها هر چی معنا کردن، ممکن الف انا آداب هم میگن، الف عبادت هم میگن، الف الفت هم میگن. لیکن آنچه را که الله میداند همینها با خدا رحمتشون کنند مفسرها را
میگه که خدای مهربان داناست. برای همین ما هم نمیدونیم الف چی معنی داره، ب چی معنی داره. این فقط یک الفبا است. خیلی در الفبای خودمان ا داریم، ب داریم، مثال و داریم، س داریم، اکی رو معنا نمیکنه. این فقط برای آموزش است. برای مثال بگیم که پیوست کردن کلمه ها استفاده میشن، تا یاد گرفتن خواندن میشن. این خیلی اینها رو معنا نمیکنه. خدا رحمت کنه عزیزای خدا را میگفت 29 حرف سیاه پوش سیاه دل جمع شد، از دل تاریک آنها نور ایمان یافتند. کمی 29 حرف الفبای عربی را به نظم در آوردن. 29 حرف سیاه پوشی سیاه دل جمع شد، از دل تاریکی آنها نور ایمان یافتند. چقدر یک معنای بلندی داره برادر است. معنا یعنی همه حرفای همین سیاه پوش یا سیاه دل معناش همیه که از دل تاریک اینها نور ایمان یافتند. یعنی خواندن این، تعلیم گرفتن این برای تو اخیر چی میارد؟ همون به ایمان و به نور ایمان و به همین راه نیک ترا برده میرساند. ولی خداوند برادر عزیز اینجا دا گفته است که زن بگیم یا مرد بگیم، یا اینکه مقصد انا خداوند بگیم دست داره، پا داره، آیا اینها مقصد انا آیا اجازت یا نه؟ اجازت نیست برادرای عزیز، هیچ وقت اجازت نیست. خداوند به هیچ چیز نسبت دادن اجازت نیست. حتی بینین آیت قرآن داریم، من سوره شو بینم، در سوره شورا آیت 11 خداوند میگه لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. الله بزرگ و توانا به هیچ چیز مانند نیست. ببینین مانند خداوند یگان مخلوقش مانند خودش نیست و او الله شنوا و بیناست. یعنی خداوند در قرآن واژه کلمه ید آمده است، یعنی دست آمده، دست خدا، ساق خدا، بین روی خدا، وجه آمدگی های، ساق آمدگی های، ید آمدگی های، بینین همینا آمدگی های. ولی مثال سمیع آمدگی های، بصیر آمدگی های، شنونده است، بینا هست. لیکن برادر عزیز نمیستی این شنیدن ما با گوش، نمیستی با چشم دیدن ما، بین اینها را نمیشود. همانا یعنی اینا صفتی هست میگه از برای الله جل جلاله، لیکن آن هرگز به معنای عضو و اندام نبوده، بلکه با معنایی است که شایسته به ذات اقدس اوست. یعنی هیچگاه ما برادرای عزیز و گرامی نمیتونیم که دست مثال وقتی میگیم اشاره کنیم به دستای خودمان، یا روی میگیم اشاره کنیم با روی خودمان. نه، یعنی همه اینها میگه چی است؟ اینها میگه شایسته به ذات اقدس اوست. هیچ کس برادر عزیز از این آگاهی نداره. برای همین بسیاری از این گروه های بودن مثل گروه های مشبهه و مجسمه و که حتی اینها برادرای عزیز الله مهربان چخیلی که امروز کلمه الرحمن علی العرش استوا، کلمه استوا را یعنی خداوند اینها همین گروه های مجسمه که خداوند همچون جسم قائلن، یعنی مقصد چون چی ای؟ خداوند در عرش نشستگی ای. یا را گروه های مجسمه میگن. اینا بسیار گروه های خطرناک هم برادر عزیز. او آدمی که خداوند همچون جسم قائل باشه و این مسلمان نیست، که اینها حتی میگن خداوند در عرش قرینه، در عرش قرار گیری با معنای در عرش نشست. این بسیار یک سخن وزنی نه. وقتی که اگر خداوند در عرش نشستگی باشد، ما حدیثی را خواندیم که حضرت سعد ابن معاذ وقتی از دنیا گذشت پیامبر گفت عرش خدا لرزید، عرش خدا جنبید.
مراد از عرش یا مخلوق و عرش. خداوند نیازی به مخلوقش نداره. مادام اگر در عرش نشستگی باشد، وقتی عرش که جنبید خدا همه جنبه نعوذ. آیا این یگان عیب نقصان به در راست خدا نمی شود که خداوند در بالای عرش بود و عرش جنبید؟ نه برادر عزیز، این اعتقادها را قبول نکنید. ولی من انشاءالله خدا در کجاست برای شما علما اثبات میکنم. آیت هایی که در این باب آمده است چی معنا دارند، حدیث هایی که در این باب آمده است چی معنا دارند. هیچگاه این را قبول ما نداریم که خداوند در عرش قرار گرفت یا نشست. یعنی نشستن در عرش یگان مذهب، نه حنفی، نه مالکی، نه شافعی، نه حنبلی، هیچ کدام اینها قرار گرفتن خداوند در عرش قبول ندارن. انمیا را گروه های مجسمه میگن. با مشبهه داریم. مشبههش برادر عزیز، حتی اینهاش با بدبختیشون در این است که خداوند به پیرمرد یا خداوند به یک جوان نسبت میتن. گروه های جهمیه داریم، معطله داریم که اینها با تماما خدا نمیشنوه، خدا نمیبینه، خدا مقصد دست نداره. چی عقیده های باطل های هستند. برای از اینها بسیار احتیاط کنین. فقط این قدر دانیم برادر عزیز و گرامی که الله ما بزرگ است، خدای ما بالاست، خدای ما برتر است، برتری از عرش است. و همچنان در مسئله آن یدی که میاد، دست میاد، روی میاد، بینید اینها را ما برادرای عزیز همون خدای مهربان لیس کمثله شیء نیست، همانند ندارد الله مهربان. هیچ مخلوقش به او مانند نیست. در دست گفتن، در روی گفتن مقصد ما عضو و اندام نباشد. این شایسته به ذات اقدس الهی است. تمام. از این برادرای عزیز دیگر ما و شما باید فراتر و بالاتر و دیگر نریم که تا از همین رویه های مجسمه و مشبهه و جهمیه و معطله و از همین گروه ها با ما و شما به حساب نرویم. سوال دیگر، زنم هر باری که به خانه مادرش میرفت همه گپ ها رو با مادرش میرساند. من یک بار عصبی شده گفتم اگر این بار روی برای من 3 طلاق. تا حال نرفته است. آیا طلاق شرطی یگان راه دارد یا نه؟ برادر عزیز و گرامی، البته طلاق هایی که با طریق شرط می شود، مثل این برادر ما گفته است اگر یک بار دیگه خانه مادرت برای 3 طلاق. اولا برادرای عزیز، شما این قدر جاهل نشوید، این قدر ابله نشوید. خانه پدر رفتن و مادر رفتن زن من نکنید. رفتن او خانه پدر و مادر خوبه، پدر و مادر برای عزیزه. هیچگاه همین شرط ها را نمانه که یا ما یا پدر و مادرت. تو کی؟ تو اگر 100 نفر که شوی جای پدر و مادرش گرفتن نمیتانی. با این شرط ها یک بار زندگی تا تلخ میکنی برادر عزیز و گرامی. همچنان این شرط ها را نمان که خانه پدر و مادر رفتی تو به من طلاق. آخه این چی شرطی احمقانه هست که برادر عزیز شما به این کارها دست میزنید؟ اگر کسی که همین خیلی شرط میمانه یا میگه اگر همین در پاتا بیرون کردی تو 3 طلاق. اگر یک بار دیگه ما بینم که تو تلفن در دستت گرفته 3 طلاق. اگر ما یک بار دیگه مثال فلان کار را ببینم تو 3 طلاق. یا طلاق های شرطی هستند. اگر همون شرط یا همون مثال بگیم حالت اگر رخ داد زنک 3 طلاق میشه واقع. انا که برادر ما میگه راه خلاصیش چیه؟ راه خلاصیش همینه که شما پیش از آنه که این خانه مادر شود شما اکو باید که ایره جواب شدین بگین که مقصد زنک مقصد من ترا سر دادم یا جواب تا دادم. همینجا یک طلاقی با این می شود.
انا در همین حالت طلاقش، در همین حالت طلاق بوینش برا و خانه مادرش. زیرا او در حالت طلاق که رفت، او 3 طلاق دیگه واقع نمیشه. برا و خانه پدرش مادرش گشته بیاید، ای سری نو بعد نکاح کنینو. مقصد احتیاط کن که در دستی تو دیگه 2 طلاق دیگه مونده. یکمش دویمش که هیچ وقت این شرط ها را دیگر نمونه. زیرا با این شما بعد برادرای عزیز یک بار زندگی هاتون رو تلخ میکنین. طلاق هم یک چیز عادی و ساده میشود. بعد دیگر مقصد طلاق میکنین، راه های حلش نمیاوین. بسیار مشکلات های زیاد داره برادرای عزیز. این کار را هیچگاه نکنین. خب سوال دیگر، نماز تهجد را با همسرم جماعت خوانم جایز است یا نه؟ نماز تهجد از زمره نمازهای نافله، یعنی نماز شب. هر کس باید علاهیده خوانه. زنک هم علاهیده، مردک هم باید علاهیده خوانه. هیچ وقت اجازت نیست که ما نمازی بگیم تهجد با زنمان یک جای جماعت کنیم. اینش اجازت نیست. خب یک دختری بود در وقت دانشگاه خواندنمون که بسیاری بچه ها او را غم میدادند، اما یگان تاش به مقصدشون نرسیدند. بعد یک پسر با او فاتحه کرد و بعد شرمنده کردنش او را پرتافته رفت. حاضر دختر حامله دار من باشم، با یک دختری خویشمان در فاتحه هستم. من فاتحه هم را با دختری خویشمان گردانم و به خاطر خدا و آبروی همین دختری حامله با او ازدواج کنم، گناهگار می شوم یا ثواب می گیرم؟ التماس یک مصلحت خوب دهید بابا جان. برادر عزیز و گرامی، بسیار یک بچه خوبی بوده است. کدام همسینفشون مقصد فاتحه کردن، این دختره که مقصد حامله دار کردن، آلی تا نکاح نارسیده و تا توی نکرده مقصد از این دختر جدا شدن. این حالتی دخترم حالتی ناگواره. این بچه که برای آبروی هم دخترک نریزد، حتی خودش در فاتحه این رحم بینیم برادر عزیز، خودش در فاتحه میگه که من مقصد ای فاتحه هم بگردم همین را بگیرم تا همین دخترک شرمنده نشود. اگه من توصیم برادر عزیز این است که شما از فاتحه تا نگردید. آنی را که پدر و مادر قطعی مصلحت کردین، با پدر و مادر قطعی یعنی رفته و این فاتحه را که با او کردین وقتی ای را میگردانین، حالا این غمخواری شما دیگه معنی نداره. بین اینجا در یک کاری ثواب نیت داری، اونجا یک کاری ثواب ای دست میتی، یعنی اونش اوجا شرمنده میکنی و اینجا در ایش مثال بگیم دستگیری میکنی. برای همین این کار دادر عزیز نکنین. همون فاتحه که داشتین با همون دخترک شما انشاءالله ازدواج کنین و برای این غم خوردگید، برای این رحم کردگید، تو انشاءالله پیشگوی خدا را ثواب میگیری. فقط دعا که خدای مهربان این خواهرای ما این خیلی فریب نخورن، این دادرای ما با این بدبختی دست نزنن. شما این دعا کنین، این کارها را شما حرکت کنین که مقصد مردم از این خیل کارها منع کنین. ولی حاضره ده تو هیچ وقت از فاتحه بر نگرد. فاتحه تا مثال تا توی رفته برسان، خانه تان در بخشی و خرسندی مثال آیله تا ببر، زندگی اکاتون خوب کنین و خب در حق او دخترک دعا کنین. انشاءالله خدای مهربان شاید اکی کار کرد از پشیمان می شود، با برای آینده زندگیش یک درس هم می شود. ما هم دعا میکنیم که خداوند این شرمندگی ها و این مشکلات ها را ای بالای این ملت و ای بالای علال خصوص این خواهر ما دور گردانه و یگان آدمه که خوبی نیک بیا و زندگی نیک علا نصیبش گردانه. یک سوال دیگر آخران میخونم انشاءالله بعد دعا میکنیم. میگه زنی که 3 مراتبه دوگانیگ یا سگانیگ به دنیا میارد، با آن زن همخوابگی جایز است یا نه؟ یعنی یک زنی که ببین 2 بار یا 3 بار دوگانیکی میکنه،
در مردم ما ای وقتش همین گپ ها بود که وقتی زنک 3 بار اگر دوگانی کرد، این زن دیگر مقصد انا بی خاتون میگن و یا خلیفه میکنن میگه و هر خیل چیزهایی را مثال مردم به زبان می آوردن و گویا که دیگر با این زن زندگی یا همخوابگی درست نیست. نه، این حرفا برادر عزیز هیچ جای نداره. انشاءالله این زنک بسیار زنک که با سعادت های. ببینید یک خوبیش همی ای که در 3 سال 6 تا فرزند آورده، ولی برای 6 فرزند 6 سال در کار بود. یک مرحمت الهی هم برای زن هم برای مردک. برای همین یعنی با این نکاح بریده شود، با این زندگی دیگر درست نشود، با این همخوابگی نادرسته، نه، همه این گپ ها سفسطن، همه این گپ ها یگان گپ های بگوییم که ایتا پایدار نیست، عینگاه شریعت نیست. برای همین برعکس این خیل زنه برادر عزیز باید که شما احترام دیگر داشته باشید، با محبتون به این خیل زن باید زیادتر باشد، با در حقش دعا کنید. خدای مهربان ایماناتون کامل کند، خاتماتون بخیر کند و الله مهربان دعا کنیم که این سوالهایی را که برادرای ما، خواهرای ما ارسال میکنند که سببی با دانستن هزارها آدم دیگه می شود، خدای مهربان عمر دراز ایمان کامل تانتید. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین.